سلام علیکم. بالاخره بعد از کلی وقت ما تصمیم گرفتیم که بالاخره شروع بکنیم و این ویدیو رو ضبط کنیم. دو تا علت داره گرفتن این ویدیو. ببین، من مدلم این شکلیه که وقتی میخوام یکی رو دنبال بکنم، حرفاش رو گوش کنم، آموزش‌هاش رو ببینم، خیلی برام مهمه که این آدم کی هست، از کجا اومده، چه تجربه هایی داره، چه مدارکی داره. قراره توی این ویدیو اینا رو به توضیح بدم. دومین علتی که داره که این ویدیو رو دارم برات میگیرم اینه که میخوام بهت بگم که چی شد که من جرئت کردم به خودم بگم مشاوره کسب و کار. از 0 تا 100 رو میخوام بهت توضیح بدم، چون قراره که از الان به بعد خیلی چیزا از من یاد بگیری. یعنی اگر یوتیوب، اینستاگرام بهش میگن یه دانشگاه رایگانه، کلاس من اون کلاس خوب است که خیلی باحال و باش حال میکنی. عرضم به خدمتت که من 12 سالم بود، دامادمون یه وبلاگی داشت و من با وبلاگ نویسی آشنا میشم. از طرفی به گل و گیاه خیلی علاقه داشتم. گلا رو قلمه میزدم، میکاشتم تو گلدونای خوشگل، به فامیل اینا میفروختم. اومدم یه وبلاگی زدم به اسم cactus18.blogspot.com. حالا 18 به خاطر اینکه خواهرزادم قرار بود 18 به دنیا بیاد. با مال 15 سال پیش، زمانی که 12 سالم بود. به خدمتت که وبلاگمو میزنم و توی وبلاگم این آموزش میدادم که هر گیاهی به چه میزان آبیاری نیاز داره، نورش باید چجوری باشه، خاکش باید چی باشه، چجوری باید گیاه قلمه بزنی و اینها. حالا میتونی وبلاگمو سرچ کنی ببینی cactus18.blogspot.com که مال 15 سال پیشه. بعد از 3-4 ماه وبلاگ من میاد صفحه اول گوگل و اون موقع اینترنت دایلاب بود و اصلا کارت بانکی هم وجود نداشت. یه بنده خدایی اومد من 10,000 تومان پول داد که من گیف تبلیغاتیشو بذارم داخل وبلاگم. این خیلی برام جذاب بود دیگه. بچه 12 ساله 10,000 تومان درآمد داشته باشه از وبلاگ. یعنی اون موقع مثلا فکر کن پدر من با دکترای الهیات و ادبیات و 17 سال کار کردن، حقوقش 250,000 تومان بود. من تونستم 10,000 تومان پول در بیارم. یعنی مثلا اینطوری بگم تو همون عالم بچگی کیم 50 تک تومانی بود، بستنی کیم، بستنی عروسکی 100 تومان بود، بستنی بنگام 200 تومان. 10,000 تومان برای من خیلی پول بود. رفتم دوره CIW مجتمع فنی، برنامه‌نویسی و طراحی سایت شرکت کردم پیش استاد سید داوود موسوی نسب توی سن 13 سالگی و شدم نفر اول کلاس، با اینکه کوچکترین فرد اون کلاس بودم. اولین کلاس مختلط زندگیم بود، یعنی دختر و پسر با هم توی یک کلاس بودیم. حالا اونجا آدما 20 ساله و 30 ساله و 40 ساله بودن، دختر پسرها با هم دوست می‌شدن، آخر هفته میرفتن عشق و حال. استاد مثلا ما تکلیف میداد که یه قالب طراحی بکنیم با HTML CSS3. بچه‌ها که هیچ کدوم قالب طراحی نمی‌کردن، من توی هفته 6 قالب طراحی می‌کردم و تحویل می‌دادم. شدم نفر اول کلاس و دوره CIW مجتمع فنی شدم نمره 98. رفتم دوره لایتک دانشگاه شریف برای برنامه‌نویسی. عرضم به خدمتت که توی 14 سالگی رفتم برای کارخونه دومینو، میهن و ضریب پلی پلاستیک سبز که بسته‌بندی کارخونه میهن و دومینو رو طراحی و تولید می‌کرد، طراحی سایت انجام دادم. سایتشون که تموم شد به من گفتن که آقا ما عکاسی هم می‌خوایم برای سایتمون، عکاسی از محصولات. از اونجایی که بچه بودم و جاهل و پول زیاد دوست داشتم، رفتم عکاسی رو هم یاد گرفتم. بعد رفتم براشون عکاسی کردم. بعد فهمیدم که یه چیزی هست به اسم فتوشاپ، یه نرم افزاری هست به اسم فتوشاپ که تو زمانی که عکس رو میگیری مثلا باید از راه بیای تبدیلش کنی به جی پیگ. بعد عرضم به خدمتت که باید مثلا تنظیم نور و تنظیم رنگ و ادیتش بکنی عکس رو. رفتم فتوشاپ یاد گرفتم. بعدش گفتن که آقا ما برای کارخونه تیزر می‌خوایم. رفتم فیلم برداری یاد گرفتم و فیلم برداریشون رو انجام دادم. بعد از فیلم برداری دیدم که آیه نرم افزاری هست برای تدوین ویدیوها. اینا که دارم میگم مال 13 سال پیشه. اینترنت دایلاب بود و خیلی نمیشد سرچ کنی و مثل اینکه الان همه چی بلدن. خلاصه رفتم تدوینم یاد گرفتم. عرضم به خدمتت که کمتازیا و پریمیر و فاینال کات، این لابل ها خیلی کار انجام دادم و با بزرگترین رستوران ها و بزرگترین شرکت ها و بزرگترین کارخونه ها و بلاگرها و خواننده ها و عرضم به خدمتت که بازیگرا شروع کردن کار کردن. رستوران کنزو، هتل اسپیناس، خیلیا. عرضم به خدمتت که تا 20 سالگی شروع کردم همه این کارا رو انجام دادم. براشون طراحی سایت انجام میدادم، عکاسی انجام میدادم، فیلم برداری، طراحی، تدوین انجام میدادم. توی 20 سالگی دیدم که آقا مشتریای من از من زیاد راضی نیستن. چرا؟ به خاطر اینکه من که عکاسی کردم قطعاً خفن‌ترین عکاس نبودم دیگه. من که فیلم برداری کردم قطعاً خفن‌ترین فیلم بردار نبودم. یه تنه نمیتونستم تو 6 تا حوزه تخصصی متخصص باشم که. و فامیلم فکر کن خانواده و فامیلم اینجوری میزنن تو سر ما که آقا رفتی از این شاخه به اون شاخه کردی و این حرفا. من یه 2 ماه توی استاپ بودم و داشتم می‌دیدم که الان باید چی کار انجام بدم.
با خودم حال کردم، برعکس حرفایی که از فامیل و اینا میشنیدم، با خودم خیلی اتفاقا حال کردم. دیدم که ببین من 0 تا 100 یه شرکت تبلیغاتی ام. 0 تا 100 کل خدماتی که یه شرکت تبلیغاتی میده به آدم رو، میده به کسب و کار رو من انجام دارم میدم. ولی مردم ازم ناراضی ان چون قطعا توی همه اینا بهترین نیستم. حالا چجوری تونستم از 12 سالگی تا 20 سالگی با بهترین مجموعه ها، بهترین شرکت ها، بهترین افراد کار کنم؟ به خاطر اینکه خیلی خلاقم، به خاطر اینکه ذاتاً یه فروشنده خیلی خوبی ام که اینا تعریف‌های دوستان. و حالا بله عرضم به خدمتت که دیدم که آقا من بهتره که یه شرکت تبلیغاتی تشکیل بدم، از افراد متخصص استفاده بکنم و من فقط شروع کنم با آدم‌ها صحبت کردن و از تجربیاتم گفتن و اون تیم افراد متخصصم شروع کنم کارا رو انجام دادن که از 20 سالگی تا الان فقط مشغول همینم. توی 22 سالگی وارد یه سری جمع‌ها شدم که مثلا دیجیتال مارکترها بودن، کسایی که بیزینس کوچ بودن و اینا بودن. اونا با تئوری رفته بودن شده بودن مشاور کسب و کار و از خیلی از اصطلاحات عجیب و غریب و باحال استفاده می‌کردن. من این اصطلاحات رو بلد نبودم. چرا؟ چون هر تجربه‌ای که داشتم، هر چیزی که بلد بودم کامل از روی تجربه بود. اوکی؟ یعنی من یه بیزینس رو از برشکستگی نشات میدادم، میآوردمش به موفقیت میرسوندمش، یا یه کسب و کار رو هدف من مشخص می‌کردم، براش رودمپ میچیدم و میرسوندمش به اون هدفی که داره. عرضم به خدمتت که توی 22 سالگی بعد از اینکه مثلا فکر کن با 2000 تا مجموعه من از 12 سالگی تا 22 سالگی کار کردم توی این 10 سال، 2000 تا مجموعه که بهشون مشاوره دادم، کاراشون رو انجام دادم و غیره. 22 سالگی هم تصمیم گرفتم که برم یه سری دوره‌ها شرکت بکنم که یه سری اصطلاحات رو بلد باشم توی این حوزه. دوره MBA و دوره DBA و دوره دیجیتال مارکتینگ و همه اینا. بچه‌ها من این کاتمات نمیدم کلا، اگه یه جایی توپقی چیزی میزنم. چرا؟ چون اصلا چرا دارم باهاتون صحبت میکنم؟ ببین من یه آدمیم که وقتی با 2-3 نفر جدید دوست میشم، بعد از گذشت 1 ماه این 2-3 نفر دوست جدید من از نظر لایف استایلشون، از نظر ذهنیتشون، از نظر میزان درآمدشون، از هر نظری خیلی رشد میکنن و همین 2-3 نفر از دوستای خودم منو مجبور کردن که بالاخره بیام جلوی دوربین و شروع کنم با شما هم حرف بزنم. پس از اینجا به بعد شماها رفیقای منین. شما انگار یه رفیقی هستید که ما تازه با هم توی یه کافه یا حالا هر جایی یه شرکتی با هم آشنا شدیم و من میخوام این تأثیری که روی این 2-3 نفر میذارم از دوست صمیمی خودم و بیام همین تأثیر رو شماها بذارم که دارین از اینجا به بعد قرار من رو دنبال بکنید. پس اگه توپق بزنم، توپقمو سانسور نمی‌کنم، دوباره ویدیو رو بگیرم، طرز لباس پوشیدنم، موام، نمیدونم، هیچ چیزی عجیب و غریب نیست. جایی که قرار فیلم برداری بکنم عجیب و غریب نیست. چرا؟ چون شما رفیقای منید. ادا نمیخوام در بیارم، برم نمیدونم کجا شوا کروات و پشت پورشه و کجای شرکت و چی و اینا نداریم. ما از جهت با هم رفیقیم. عرضم به خدمتت که خیلی حال میکنم از اینکه با شما رفیقم. میخوام کل تجربه هام و اتفاقاتی که بلدم و کارهایی که بلدم و هر چیزی که میدونم رو توی این 15 سال کار کردن حرفه‌ایم بیام با شما به اشتراک بذارم، به خاطر یه سری دلایل دلی و احساسی. چرا دلی و احساسی؟ اینطوری که این یه سری‌ها از ناآگاهی مردم که سوء استفاده میکنن من اذیت میشم. حالا بیشتر بازش نمیکنم، تو ویدیو بعدی بهتون میگم. میخوام همه چیز رو بیام بهتون یاد بدم. ببین من مدل کارم این شکلیه که یه دختر خانم 15 ساله، 12 ساله تا حالا 30-40 ساله و همچنین آقاش وقتی که میاد کنار من میشینه و من باهاش صحبت میکنم و باهاش کار شروع میکنم، این آدم کلی اتفاقات خوب تو زندگیش میفته، چه از نظر ذهنش، چه از نظر درآمدش، چه از نظر نگاهش به زندگی، چه از نظر بیزینسش. این اتفاق میخوام برای همه شماها بیفته، کاملا هم دلی. هر کسی هم که تا الان دقیقاً همین اومده این حرفای من رو هم به شما زده، متاسفانه بعدش اومده یه سری پکیج آموزشی درست کرده، 800,000 تومان، 10,000 تا 800,000 تومان، 8 میلیارد برداشته و رفته. من هیچ وقت قرار نیستش که به شما پکیجی بفروشم، دوره‌ای بفروشم، چیزی بفروشم. این حرفای من، کل کاری که قرار باهاتون انجام بدم همش کاملا دلیه. یکم بریم جلوتر، راستی آزمایی حرفای منو متوجه میشی و هیچ وقت هم نگران نباش که میخوام از یه جای یه چیزی پولی در بیارم. من کلا شغلم و همه چی مشخصه، شرکتم مشخصه. عرضم به خدمتت که کلا از 2 راه بیشتر تو اینستاگرام بیشتر پول در نمیارم. یکیش آنالیز پیج اینستاگرام، یکیش مشاوره کسب و کاره. هیچ وقتی من قرار نیست این حرفا رو بزنم تو رو بپزمت، بیام یه پکیجی بکنم تو پاچت و تمام شه بره. از اینکه اینقدر باد راحتم، شاید کسی تا اینقدر باد راحت نبوده تو فضای مجازی. من مدلم کلا یکم عجیب غریبه. تو رو واقعا تویی که اون طرف هستی داری منو میبینی، تو رو واقعا رفیق خودم میدونم.
پس از نظر گفتمان و از هر نظری رفیقمی، قشنگ راحتیم با هم. اوکی، قراره که از اینجا به بعد تا زمانی که ایشالله بتونم وقتشو داشته باشم، توانش داشته باشم، خیلی چیزا رو بهتون یاد بدم. گفتم قبلش بهتون این توضیحاتو بدم که من کی هستم و چی هستم و از کجا اومدم و چه تجربه هایی دارم که زمانی که میخواهید حرف یکی رو گوش کنید ببینید بابا این اصلا چیزی بارش هست، چیزی بارش نیست، مثلا کیه که داره همش آموزشی میده. چون متاسفانه الان خیلی هستن که طرف مثلا میاد یه پیجی میزنه، مثلا آموزش فلان چیز میبینه، اون یکی چی گفته، بازدید خوب گرفته، دقیقاً این میاد از رو همون کپی میکنه میذاره برای شما و خودش هم مطرح میشه، بزرگ میشه، میره بالا. که حالا این زیاد بد نیست، زیاد خوبم نیست، حالا من دیگه دخالت نمیکنم، ولی خواستم توضیح بدم که من کی هستم، چی هستم و ازت بخوام که اگه فهمیدی و اگه احساس میکنی که من اونیم که میتونم بهت کمکت کنم، از جواب دنبالم بکن تا بتونم یه سری تاثیرات خوب تو زندگیت بذارم. امیدوارم که موفق باشی. به قول مهدی شجاری و خیلی یه دیگه که میبینم، اگه این ویدیو دیدی سابسکرایب کن، با لایکت ما رو خوشحال کن، کامنت برامون بذار و هر چیز دیگه‌ای. دوستتون دارم. از اینجا به بعد شما رفیقای منید. رفیق